ساعت دیدار فرا می رسد بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت سوخت و از آن که باز چند لحظه توسط آینه نیلگون روبروی شما قرار خواهیم داشت و از هوای محبت شما نفس خواهیم گرفت، خود را سربلند و ممنون احساس میکنیم. بله، چون همیشه امیدوار آن هستیم که این ساعت زندگی را همراه با طبع بالیده و خاطر خوش پس سر خواهیم کرد. مهمان برنامه امروزه ما هستند هنرمند صاحب استعداد و جوان، اعضای انسامبل فلک ولایت سوخت ایوب جان فرهاد. ابرو کمان تو دل بری لب شکری، های سوخته دل من کرده خونی جگری، صدا تشیته زگر رسد بر جانم، با که نبود اگر تو بر من نگری، با که نبود اگر تو بر من نگری. شانه بران مویت باشم، بالای سرت سایه فکن چت شوم من، چون برگ بریزم به سر و رویت باشم، بالای سرت سایه فکن چت شوم من، چون برگ بریزم، چون برگ بریزم به سر و رویت باشم. من بوسه زنم روی بناگوشی تو را چند، چون مسیحت گلی خوشبویت باشم، گر امر کنی گوش به فرمانی تو هستم، باشد که غلامه، باشد که غلامه بدری کویت باشم، باشد که غلامه بدری کویت باشم. علای بهتر از دنیا زی چشمانی تو میترسم، نمیترسم زی کس اما زی چشمانی تو میترسم، اگر چشمی تو فرماید غلامم باش خواهم بوده، منی پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم، منی پرشور و پرسودا زی چشمانی تو میترسم. آه گل بین در باغ در دلی گل صداغ، گل بین در باغ در دلی گل صداغ، ای یاری من یاری من ناله های زاری من، یاری من یاری من ناله های زاری من، آه گل بین
بین در باغی در دلی گل صداغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی خانه ما آه گل بین در باغی در دلی گل صداغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی آه صنمی لب شکر گل بین در باغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی ای نازک کاش بگردم گل بین در باغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی یک بوسه طلب کردم گل بین در باغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی ای ناز کد لب شکر گل بین در باغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی قد قامتش کردم گل بین در باغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی آه گل بین در باغی در دلی گل صداغی گل بین در باغی در دلی گل صداغی ایوب جان خوش آمدید به برنامه ما و چون شما هنوز هنرمند جوان هستید میخواستیم این لحظه خود را برای بیننده های عزیز ساعت دیدار معرفی کنید. تشکر زیاد. اول سلام و درود و پیام به بینندگان تلویزیون صبح خصوصا برنامه ساعت دیدار. بنده ایوب جان فرهاد هستم، زاده ناحیه یاوان ولایت ختلان، ختم کننده دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان، البته کارمند انسامبل فلک ولایت سوخت. سلامت باشید. یک سوال عنعنویی که به همه هنرمندان ما پیشنهاد میکنیم به شما نیز دادنی هستیم. مهر صنعت را به دل شما کی جای کرد و کسی در این جاده راهنمایتان بود یا اینکه امر دل خودتان؟ راستی از زمان ایام کودکی آرزو داشتم در سایه صنعت بسیار در چهاربینی‌های مکتبی اشتراک میکردیم، چهاربینی‌های بین مکتبی اشتراک میکردیم. از زمان ایام کودکی این آرزوی من بود و امروز من کوشش کرده ایستادم در سایه صنعت که یک جای خود را داشته باشم. در اویله کسی صنعتکار نیستن؟ نه، راستی در اویله کسی صنعتکار نیست. یعنی شما یگانه نفری هستید که امروز راه صنعت را انتخاب کرده اید. اعضای اویله شما مثلا پدر و مادر و دیگر اعضای اویله شما از آنکه شما مثلا راه صنعت را انتخاب کردید با شما چگونه نظر داشتن؟ نظر خوب داشتن و کسی زید نیست برای صنعت من، برای پیش بردن صنعت من کسی زید نیست در خونه. یعنی دستگیری میکنند شما؟ بله بله. در آوان کودکی گوییم وقتی که نه با سرودخانه آغاز کردید بودن سراینده هایی که دوستشان می داشتید و ترانه های آنها را زمزمه می کردید، که ها را دوست می داشتید؟ بله، از زمان ایام کودکی ما استادان را گوش میکردیم و حرمت احترام میکنیم. حاضر هم استاد ظفر نازیم گوش میکردم، استاد پرده قاسم، استاد دولتمند خالف، همین استادان را گوش میکردیم. امروز هم پیروی همین استادان هستید یا در راه ایجاد اصول خود را پیدا کرده اید؟ البته میخوام در سایه صنعت راه و اسلوب خود رو داشته باشم. به فکر من که هیچ باکی نیست که از استادان کمی هم استفاده بردن در کارگاه نازکی صنعت رو. خب فکر میکنم این لحظه فرصتی شنیدن
سرودی نوبتی فرا رسید. کدام سرود را برایمان اجرا میکنید؟ یک سرود با همراهی استادان آماده کردیم که درباره دوست است. نامش دشمن تراشی تا بکی. دوستان از یک دیگر دشمن تراشی تا بکر، روبرو خندیده است پس دل خراشی تا بکر. زندگی از دست گیر و دارتان دلگیر شد، زندگی از دست گیر و دارتان دلگیر شده. شکر را خورده جایش زر پاشی تا بکر، شکر را خورده جایش زر پاشی تا بکر. دشمن تراشی دل خراشی زر پاشی تا بکر، دشمن تراشی دل خراشی زر پاشی تا بکر. زنده باشی تا بکر، مهرها را کشته کشته زنده باشی تا بکر. دشمن تراشی دل خراشی زر پاشی تا بکر، دشمن تراشی دل خراشی زر پاشی تا بکر، دشمن تراشی دل خراشی زر پاشی تا بکر. برنامه ما ادامه دارد. خاطررسانی میکنیم که امروز در برنامه ما هنرمند جوان و صاحب استعداد ایوب جان فرهاد حضور دارند. خب شما به خوجند با مقصد دانش اندازی آمدید و همچنین امروز راه صنعت را پیشه کرده اید و ادامه میدهید. چگونه به انسامبل فلک راه یافتید و چرا محض به انسامبل فلک؟ چخیلی که معلوم است من زاده ناحیه یوم ولایت ختلان یعنی ختلان زمین هستم. بسیار با ژانر فلک سرایی بسیار شوق رغبت بسیار داشتم. با پیشنهاد یک دوستم به این انسامبل وارد شدم و امروز نازکای صنعت را مختص شدم، فعالیت کرده شدم. شما را چگونه قبول کردند وقتی که به انسامبل آمدید؟ راستی اول به نزد استاد عزیز دانشمند قطب‌الدینov آمدم. استاد مرا
البته امتحان کردن اول بعدا از امتحانشان به خوبی گذشتیم. امروز شکر میکنیم که یک جا کار میکنیم. طولی زیاده از 2 سال 3 سال میشود قریب. نزدیک 3 سال است که شما در انسامبل فلک فعالیت دارید. محیط ایجادی به شما پسند آمد؟ محیط ایجادی بسیار هم خوب است، در حالت خوب قرار دارد. با همراهی استادان نهال کار کرده ایستادیم. تمام نوزیکای صنعت را نه تنها فلک سرایی، بسیار ژانرهای آموخته ایستادم از استادان. نوزیکای صنعت را البته امروز آموخته ایستادیم. فکر میکنم در برابر فعالیتتان در این انسامبل در چاره‌بینی‌های فرهنگی هم اشتراک میکنید همراه انسامبل؟ بله، یک چند چاره‌بینی اشتراک کردیم و در آینده هم نصیب باشد اشتراک میکنیم. سلامت باشد حبیب خان. در برنامه امروزه ما راهبر انسامبل فلکی ولایت سوخت هنرمند شناخته دانشمند قطب‌الدین حضور دارند و این لحظه اون کس را به صحبت دعوت میکنیم و بسیار میخواستیم که درباره در شاگردشان ایوب جان قصه کنند که همچون فلک سرای جوان امروز در حیات انسامبل خود را چگونه نشان داده ایستاده است و یا از فعالیتش در این ساحه صنعت شما قناعتمند هستید؟ امروز ما خیلی شاد هستیم که با شاگرد عزیزمان ایوب جان فرهاد که امروز به این برنامه دعوت شدند. البته باعث افتخار است که امروز جوانان مایل به ژانر فلک دارند، البته بعد سرودهای کلاسیکی، بعد فولکلوری. وقتی که ایوب جان فرهاد به ما 2 سال پیش بود وارد انسامبل فلک شدند و به ما گفتند که ما در دانشگاه سیاست شناسی تحصیل نموده ایستادیم. البته من اول در هیجان شدم، چقدر گفتم یک جوانی با غیرت که هم در سیاست شناسی تحصیل داده ایستادند و خواستند که این ژانر فلک را آموزند و به ما پسند آمد و ما با دولتمند قطب‌الدین دادری عزیزم با یک معصیت کردیم که همین جوان رو باید دستگیری کنیم. وقتی که در خون جوش میزند صنعت، باید هر یک جوان باید از امتحان گذرد و برای آینده در تمام چاره‌بینی‌های دولتی، چاره‌بینی که در سطح ولایت جمهوری میشوند، البته باید جوانان اشتراک کنند. هنرمندایی که اصیل در امین انسامبل فلک کار و فعالیت میکنند باید جوانان را دستگیری کنیم و باید نازک‌های همین ژانر فلک را آموزانیم و باعث خرسندی است که در طول 2 سال یک چند آهنگ‌های ایوب جان فرهاد را آهنگ بستیم و ثبت کردیم و در چند چاره‌بینی ولایتی ناحیه ولایت برآمد کرده ایستادند. ما خیلی خوشحال هستیم با ایوب جان فرهاد برای کار خواهیم. سلامت باشید. خب چنانکه که ما میدانیم فلک نام‌های گوناگون دارد. یک چند نام‌های خودش دارد که وابسته به منطقه ها سراییده می شود و ایوب جان به کدام نوع این ژانر بیشتر توجه دارند؟ البته وقتی که آواز هر یک هنرمند رو که ما میشنویم و خود احساس میکنیم که انمی هنرمند به کدام ژانر، یعنی به فلک دشتی آیا میتواند سراییدن یا راقی یا چند ضربای اوفر است. در ژانر فلک یک آمیزش است، در اونجا بسیار یک ژانر مرکب است البته و ما حرکت کرده ایستادیم که برای اینکه ایوب جان از یکم زینه‌ای که موندن در این ژانر فلک آموختن چیزای آسان‌تر رو اول بعد درس دیم تربیت کنیم و بعد وقتی که ضرب و فر در همین 3 قسم 4 قسم سرود می رود البته آسان است. حرکت کرده ایستادیم که آموزانیم. وقتی که از زمین امتحانی ما که گذشت البته به ما اجازت میتیم برای اینکه وقتی که در صحنه‌های بلند که برآمد میکردگی باشید، اگر همون سخن، متن، شعر، آهنگ با همون طرز سراییدن یک فلک‌های دشتی که بسیار آوازی پرقوت در کار است، فلک دشتی، راقی، ضرب و فر، بعد که
هر یک متنی که ما قبول میکنیم برای همون ایده‌ای که در پیش ایستادن، البته جشن‌هایی که هست در این تاجیکستان زیبای ما، البته یعنی نوروز، جشن‌های وحدت، استقلالیت و بسیاری که چهاره‌بینی که در نزد مردمان مخلصان میگذارند یا برنامه کنسرتی انسامبل فلک میگذارد. البته ما حرکت میکنیم که همین نازکی ها رو اول آموزانیم که از امتحانی که ما گذشت بعد ما اجازه میتیم برای سراییدن، چون که هر یک ما در ولایت سوخت هم البته از تمام منطقه تاجیکستان هستند زندگی میکنند و بسیار برخوردار هستند در ژانر فلک، گوش میکنند، مخلص هستند. پگه که شاگرد ما برآمد کرد با ما احسن خوانن و گویان که اینا در سیاست شناسی هم که باشد به خود ژانر فلک را قبول کرده است. خب میتوانید این لحظه برای ما هر دو یک جایه یکم پاره از همین ترانه های فلک هم جای سرایید؟ با ایوب جان و دو مصرع فلکی دشتی میسراییم. برام بیشنا فلک ها وطن گلفشان گشت است بالا به وطن قیمت انسان گشت است، با جهد و تلاشی پیشوای میلت مانند بهشت تاجیکستان گشت است. مانند بهشت تاجیکستان گشت است. های دختره تو نازنین آمده ای، سبه بدرونی آسین آمده ای، سبه بدرونی آسینه چه کنم، انا حیفی قدمات کی بر زمین آمده ای، انا حیفی قدمات کی بر زمین آمده ای. آفرین، تشکر زیاد. ایوب جان پیش از آن که شما عضو انسامبل فلک شدید در دانشگاه در انسامبل آشیان مهر فعالیت داشتید و از مکتب هنری روانشاد هنرمند محبوب سید قادر یعقوبов هم بهره‌یاب گشته اید، همین طور؟ بله راستی اولین استاد من در جدای سند این استاد زنده‌یاد، استاد روشنشاد باشد، استاد سید قادر یعقوبov هستند. زیاده از 4 سال با استاد همکاری کردم، بسیار نازکی سند را از استاد آموختم، نه تنها در یک ژانر بلکه در چند ژانر کار کردیم. البته بسیار نازکی سند را از استاد آموختم. البته در رفت کار با استاد یک چند چهاره‌بینی ها اشتراک کردیم، حتی چهاره‌بینی جمهوری حتی برآمد کردیم با همراه استاد. یک چند سرود رو آماده کردیم. بسیارتر استاد مرا در ژانر اکادمی میدیدن، بسیارتر آماده میکردن. با استاد بسیار در ژانر اکادمی کار کردیم و بعدا با دیگر ژانرها هم کار کردیم. بسیار چیزها از استاد آموختم. بیشتر همسرایی میکردید؟ بله. یگان بود ترانه‌ای که خودتون به واسطه اجرا کرده باشید؟ نه، همش با استاد همکاری داشتیم، با مصلحت اون کس سرود را آماده میکردیم. خب برای شما دشوار نبود مثلا هم دانش اندوختن، هم در محفل‌های استاد در جاده صنعت فعالیت بردن؟ چگونه تقسیم میکردید وقتی خود رو؟ راستی چون که شوقم در جاده صنعت بسیار است، کار خود رو انجام میدادم، به نزد استاد میرفتم، از استاد یگان چیز میآموختم در جاده صنعت.
تشکر زیاد ایوب جان. و امروز در محفل ما چنانکه که شما گفتید یکی از استادان شما که امروز به شما نازکی های ژانر فلک را می آموزند هنرمند شناخته دانشمند قطب‌الدین حضور دارند و ما بسیار با استفاده از فرصت خواهش میکردیم چون میبینیم که در پهلویشان تار را همراه آوردند. خوب میشد که یگان ارمغان برای ما پیشنهاد کنند. بله، برای ما و مخلصان ساعت دیدار. مرحمت. امروز تصمیم گرفتم که با تار شادروان پدر بزرگوار از اما ایجادیاتشون یک تا برای مخلصای عزیز سر آورده باشم. بسیار عالی. مرحمت. رفته گل نگارم آه چیکار کنم چیکار رفته گل نگارم آه چیکار کنم چیکار عاشق دل فگارم آه چیکار کنم چیکار شمس و قمر کجا شدی نوری به سر کجا شدی شمس و قمر کجا شدی نوری به سر کجا شدی تشنه روزگارمی آه چیکار کنم چیکار عشق عاشقی سنگ جفا مزن به من میرسی بر مزارمی آه چیکار کنم چیکار گر نکنی تو یادی من گر نرسی بدادی من گر نکنی تو یادی من گر نرسی بدادی من دل شیشه دارم آه چیکار کنم چیکار میرسی بر مزارم آه چیکار کنم چیکار رفته گل نگارم آه چیکار کنم چیکار عاشق دل فگارم آه چیکار کنم آفرین. سلامت باشید. خب ایوب جان در ادامه صحبت باز با چند سوال به شما مراجعت میکنیم. در عالم صنعت هست نفری که برای شما ایدئال هست و میخواهید با اون نفر با اون هنرمند شاید مانند باشید؟ مانند باشید. راسته در صنعت البته چه خیلی که گفتم میخوام روح اسلوب خود را داشته باشم ولی کمی از استادان تقلید کردن به فکرم باقی ندارد. با استادانی که امروز نزد مردم معرفی شدن
санати болои худро доранд, ба онҳо албатта каме тақлид мекунам. киҳо ҳастанд масалан? албатта аз устод донишманд қутбиддинов, устод давлатманд қутбиддинов, устод давлатманд холов, зафар нозим, албатта аввалин устоди ман чӣ хеле ки гуфтам, устод шодравон саидқодир ёқубов, якчанд устодон ҳастанд ки мехоҳам ба инҳо пайравӣ кунам ва аз инҳо чизе омӯхта бошам. яъне инҳо он нафароне ҳастанд ки мехоҳед ки дар ҷодаи санъат пайравӣ кунед. бале вале нафари мушаххасе нест барои шумо ки идеал бошад, яъне ва шумо интихоб кардед онро ки бояд дар ҷодаи санъат бо худатон бошед, усули худатонро дошта бошед, роҳи худатонро пайдо карда бошед. хуб, муваффақият мехоҳем ба шумо дар ҷодаи санъат. айбҷон, ҳунарманде ки мехоҳад дар роҳи интихоб кардаи хиш муваффақ бошад, албатта ба матни баланд рӯй меорад. ҳамин тавр шумо барои эҷоди сурудҳо асосан бо киҳо ҳамкорӣ мекунед? албатта бо шоирон якчанд суруде омода кардем. ба қалами устод Толиб Озарахш алоқа дорад ва бо якчанд шоирони забардаст ҳамкорӣ кардем ва оянда мехоҳем ки ягон сурудое омода намоем ки пур аз мазмуни баланд дошта бошад, маънии хуб дошта бошад. ҳамин шеърҳоро чӣ хеле интихоб мекунед? худатон фармоиш медиҳед ё ин ки чӣ хеле ки дар ибтидо гуфтед фараҳманд бароятон як матнро пешниҳод карданд ва ба он оҳанг бастеду сароидед? рости албатта ин суруди дӯст ба таври тасодуфӣ шуд. он кас ба ман пешниҳод кардам, бисёр ба ман писанд омад. мо омода карда хондем ин сурудро. дигар сурудҳо бошад бо устодон маслиҳат мекунем ки дар кадом мавзӯъ бошад суруд. با همراهی استادان که کار میکنیم یک سروده میخواهیم که برای که پر از معنی باشد، پر از مضمون خوب باشد. شنوندگان آن را خوب قبول کنند. بله. خوب میدانیم که شما هنوز نوراه جاده صنعت هستید. خب تا امروز در آغاز کار چند سرود علاقه شما ایجاد کرده؟ تقریبا 10 سرود. 10 سرودی خودتان است. بله. البته یک آلبوم اگر گوییم خطا نمیکنیم. در کدام موضوع بیشتر این سرودها سراییده شدن؟ در موضوع وطن، در موضوع مادر، در موضوع عشقی، در موضوع بله. چون جوان هستید البته از شعر و شعر جوانی سخن میگویید. بله. سرود میخوانید. خب این لحظه از همان ترانه های برای خودتان پسند کدامش را برای ما پیشنهاد میکنید؟ میخوام یک سرود خوانده باشم که مال استاد عزیز دانشمند قطب‌الدینов است. میخوام خوانده باشم. شاگرد عزیز ما اجرا میکنن سرود چرخ بزن ناز بکن رقصیده رقصیده. این یک بسیار یک تاریخی عجیب دارد. وقتی که من در شهر دوشنبه قرار داشتم با یکی هنرمندان اصیل زاکر سفر بسیار ما دوستی برادرانه داریم و اون کس به من همین آهنگ رو پیشنهاد کردن و گفتن که حتما می سراید در آواز شما بسیار آواز مرغوله‌دار شما ماست میبید و من این سرود رو قریب طولی 4 سال 5 سال که می سرایدم با مخلصان در تمام چهاربینی دولتی هم در توی معرکه هم اجرا کرده بودم که با ایوب جان فرهاد پسند آمد و خواهش کردن که همین سرود رو من سرایم. البته گفتم چرا نه، وقتی که یک سرود معقول می شود البته باید سراییده شود و من که خودم هم بینید اگر طریق رسانه ها طریق تلویزیون ها وقتی که مخلصان شادروان استاد زنده یا دولتمند خالف باز من خواهش میکنن که همون سرود رو سرایید، البته برای مخلصان می سرایم، برای که سرود کهنه نیست. سرود همه وقت چقدری که سرای در دل مخلصان البته جا گیرد او باعث افتخار همون هنرمند است. یعنی مهم نیست سرود شما را که ارزوی سراییدن میکنند، مهم آن است که در اجرایش آن مسئولیت احساس کند البته مسئولیت باشد برای آینده خوب پیشنهاد کند.
خوب سراییده شود، البته به دل مخلصان جایگیر شود. انمون از افتخار هنرمند که آینده چقدر سرود و آهنگ تازه ایجاد که ایجاد کردید، آینده هنرمندان جوانان اگر گیرن و خوانن باعث افتخاری هم هنرمند می شود و ما زید نیستیم، ما هم وقت دستگیری هنرمندای جوان هستیم که بگذار سراین آینده صنعت ملت تاجیک رو در تمام عرصه جهانی بردارن. تشکر زیاد. همین سرود رو میشنویم این لحظه. مرحمت. غمزه کنان چرخ بیزن خندیده خندیده قرص بیزن ناز بیکن رقصیده رقصیده غمزه کنان چرخ بیزن خندیده خندیده لب گل رو گل همه گل بیا خندیده لب گل رو گل همه گل بیا خندیده مثل دو زلفی بری روی پیچیده پیچیده مثل دو زلفی بری روی پیچیده پیچیده صد نظیر اقسی چکند باغ و بستانت در سینه دل در هوست بدی لرزانت صد نظیر اقسی چکند باغ و بستانت در سینه دل در هوست بدی لرزانت قرص بیزن ناز بیکن رسیده رسیده غمزه کنان چرخ بیزن خندیده خندیده قرص بیزن ناز بیکن رسیده رسیده غمزه کنان چرخ بیزن خندیده خندیده یار شبی دیدار چشمان برای شاره هی یار شبی دیدار چشمان برای شاره اختر مایم شگنا یار شبی دیداره راست کنه شب برا یار شبی دیداره میشگان در آزیم و سیاه یار شبی دیداره میکشیم تو بگناه یار شبی دیداره هی یار شبی دیداره چشمان برای شاره یک سیل کبوترک ای دخترکو افسونگر و دلبرک ای دخترکو افسونگر و دلبرک ای دخترکو ای با خنده و با نگاه و با ناز و خیرام ای با خنده و با نگاه و با ناز و خیرام سوزانده من مگذره دخترکو یه شاهین شوم و بخیزم از بری شکار از بین همین سیل بگیرم یک یار شاهین شوم و بخیزم از بری شکار از بین همین سیل بگیرم یک یار خب ایوب جان ما یک گروه جوانان را به برنامه دعوت کرده ایم و آنها پرسش دارند چند نفر و میخوان از شما سوال بکنند. مرحمت. شما نازکی‌های سند را در چه میبینید؟ نازکی‌های سند باید صنعت باید
انسان باید خیلی خوب آموزد. هر یک سرود، هر یک ایجادیات او پر از معنی و پر از مضمونی خیلی خاص باشد، چون که بیننده البته باید یک از شما چیز خوب رو انتظار است. برای همین باید جدی کار باید کرد. سرودهای خوب با مخلصان، با بینندگان، شنوندگان پیشنهاد نمود. اولین سرودی که شما با همراهی استاد زنده یاد سید قادر یعقوبوف ایجاد کردید چی نام داشت و آیا می توانید پارچه از همون سرود را برای ما پیشکش نمایید؟ آفرین. راستی اولین سرودی که با شادروان استاد کار کردیم این سرود درباره صلح است. به طور اکادمی اون کس به اون آموختن. خودتان سراییده بودید یا اینکه همراهی انسامبل؟ پیشنهاد استاد بود، خودم سراییدم. میشنویم باره. صلح میارم بگفتی ولی بیشتر از صلح آوردی به ما، صادقانه در نبردی ننگونم، جسم و جانی خود سپر کردی به ما. البته در آخری برنامه این سرود رو من به طور پورا پیشنهاد میکنید. بله. تشکر. خوب است و ما باوری داریم که چون شما امروز امکان یافتید که از مکتب استادان بزرگ علاقه بهره‌ور گردید، مثلا چند سال پیشتر از مکتب استاد زنده یاد سید قادر یعقوبوف، امروز از مکتب فلکسرای نامی کشور دانشمند قطب‌الدین بهره‌ور هستید و باوری داریم که در جاده صنعت شما موفق و کامیاب خواهید شد. بخش دیگری داریم. این بخش یعنی پیشنهاد رسم هاست و شما باید آنها رو شرح دهید که در کجا کی گرفته شدند. خب توجه میکنیم. رسم اول، این اسبی کیست؟ راستی اولین باری که من کلیپ کرده بودم با همراهی یک چند برادر عزیز با دولت همسایه سفر کردیم، یعنی توشکان رفتیم. این همون عکسی است که در برای کلیپ رفته بودیم. یعنی این یک لحظه از ثبت کلیپ است. بله. ما فکر کردیم که شما با اسبانی هم مایل دارید و این اسب خود شماست. خب این در کجا؟ این عکس اولین باری که قلعه خوجان رو مورد استفاده قرار دادن. بله، مورد استفاده قرار دادن و اونجا یک ثبت تلویزیونی بود، همونجا عکس برداری شده است. این عکس از کجاست؟ این عکس از همون رفتی دانشجویی بود که در شب تنها کجا روان هستید؟ همون روز بعد سر چرخ زنی برآمده بودیم. این عکس فکرم از همون. رسم دیگر؟ این عکس از یک چورابینی. همراهی کی هستید؟ همراهی دوست عزیزم جمشید اسماعیلوف. اون کس هم سراینده هستند. همراه در یک انسامبل در دانشگاه فعالیت داشتید. خب رسم نوبتی. این عکس باشد یک سال پیش بود، تابستان بود در همین ساحل سیردریا. ساحل سیردریا. خب رسم دیگر؟ این یکی از رفت کلیپی من اولین کلیپی ما بود. کدام کلیپ چی نام داره؟ نوای عشق. این عکس تعلق به دومین کلیپی من. یعنی این عکس هایی هستند که اکثرا از همون لحظه های ایجاد کلیپ های شما برداشته شدند. این عکس با همراهی دو برادر عزیزمون یک سرود آماده کرده بودیم که سرود درباره دوست است. سه کس ما اون رو خوانده بودیم. با کی ها؟ با دوست عزیزم جمشید اسماعیلوف، میرغفور میرزمرد. این هم لحظه از ثبت همون بله، یک ثبت کلیپ است.
дар охир аз фурсати муносиб истифода бурда ба тамоми тамошобинони телевизиони субҳ, хусусан барномаи соати дидор сипоси беандоза ва сипоси худро боз ба устодони азиз мерасонам. Устод донишманд Қутбиддинов, Давлатманд Қутбиддинов ва якчанд устодоне ки маро ин даму ин роз маро раҳнамоӣ карда истоданд ва бисёр ҳам барои ман кӯшиш ба харҷ бурда истоданд. Сипос ба устодон, сипос ба ҷаноби олӣ барои дастгирии ҷавонон ки имрӯз мо бояд шукрона кунем ки дар чунин фазои хубу орому осоишта қарор дорем ва аз ин фурсат бояд мо ҷавонон хело истифода барем ва номбардори давлату миллати хис бошем. саломат бошед. соати дидор инҷо бинандаҳои азизу арҷманд ба интиҳо мерасад. ёдовар мешавем ки меҳмони имрӯзаи барномаи мо буданд сарояндаи ҷавон, узви ансамбли фалаки вилояти суғд Аюбҷони Фарҳод. бо умеди дидор дар барномаҳои навбатӣ ҳастем. хайр азизон. صلح میارم بگفتی ولی بیشتر از صلح آوردی به ما. صادقانه در نبردی ننگ و نام، جسم و جانی خود سپر کردی به ما. صادقانه در نبردی ننگ و نام، جسم و جانی خود سپر کردی به ما. حرفایت داستانی نور بود، گرمی سوگند از نبضی تنت، گرتنینی هر صدایت سوز بود، سوختن در راه بختی مهنت. دیگر پابند ظلمت نیستیم، خانه ایم و خانه خورشید هاست. در لبانی ما کلامی وعدت است، در سری پیراهای ما پیشواست. حرفایت داستانی نور بود، گرمی سوگند از نبضی تنت، گرتنینی هر صدایت سوز بود، سوختن در راه بختی مهنت. گرتنینی هر صدایت سوز بود، سوختن در راه بختی